به افغانستان میگفتم من یک مشت از خاک را با خودم ندارم. خیلی دردآور بود. من فکر میکنم بعد از ترک افغانستان یک قسمتی از وجود من برای همیشه مرد و دیگه هیچ وقت زنده نشد. من اون حس تعلقی را که در وطن داشتم در هیچ جای دیگه این نتانستم پیدا کنم. مهاجرت یک اسم غریبی است برای من. مسافرت، سفر. چون ما به شوق نیامدیم، ما ناخواسته مهاجر شدیم. ما رو مهاجر کردن، ما رو کوچاندند. این انتخاب ما نبود. به زور سر ما انتخاب کردن که ما بریم ترک کنیم. شاید یک چیزی بهتری منتظر ما باشه. ولی 4 سال میشه که هیچ چیزی بهتر نشده و همه چیز بدتر شده. وقتی در مهاجرت میایی دردهای کهنت دهن باز میکنن، زخمای کهنت به یادت میآید، زخمای 1000 سالت به یادت میآید و از اینجاست که زندگی خیلی سخت‌تر میشه. این داستان 2 زن است، یکی که برای همیشه رفت و دیگری که هنوز می جنگد. این قصه هزاران هوراست که یا کشته می شوند یا در غربت گم می شوند. دروغ نگویم تنگ شده دق شده دلم برای تو گلم یخ کرد از